که اینجا یک سوال مطرح بکنم. احمد مسعود شما از بسیار طفولیت میشناسین، از سالهای قبل. امروزه یک جوان است و قسمی که شما هم گفتین وارد کارزارهای سیاسی شده و راه پدر خود تعقیب میکنه. چقدر شباهت ها بین احمد مسعود و عامر صاحب شهید میبینه؟ پسر که ندارد نشان از پدر، تو بیگانه خانش مخوانش پسر. شباهت های زیاد داره. البته احمد شاه مسعود در کوره از آتش تربیت شده بود و آب دیده شده بود و این جوان است، اما بسیاری از خوبی ها را داره. البته ما نمیخوایم، ما عادت به تعریف کسی ندارم و همون خاطرم در خانه میباشم. بسیار کسایی که همراهش میبینن بسیار امیدوار میشن، یعنی اونا بعد از ملاقات با او خودشان به من میگن که تحصیل یافته است، اخلاق بسیار خوب داره، قدرت شنوایی بسیار خوب داره، میشنوه و خیلی توصیف میکنن، بخصوص از اخلاق و از تواضعش که بسیار به پدر شباهت داره تعریف میکنن. البته ایرای طولانی پیش رویش است. ما وظیفه ما به اصطلاح برف لغت کردن است. این برف که رفته باشین آدمای پیش برف لغت میکنن که دیگه کاروان حق بره، یعنی میگه نقش پای رفتگان هموار سازد راه را. ما هم رویش هستیم که تجارب آزمون و خطای خود در خدمتش قرار بدیم که اشتباهاتی را که ما کردیم اون نکنه و برف لغت میکنیم تا راه مسیر برش هموار شود. تا چند سال آینده اگر خداوند بخواد برای نسل جوان یک رهبر جوان نیاز است. چه بهتر از احمد مسعود.